سلام به تمام گیمرهای جهان. من اموالی گیمر هستم. امروز اومدم یه ویدیو دیگه از بازی کال آف دیوتی موبایل. سیزن جدید 3 روز پیش اومد و تغییرات خاصی داشت و میخوایم امروز بریم تغییراتش که اتفاق افتاده با هم بررسی کنیم و چندین مشکلی که توی کال آف به وجود اومده رو با هم رفع کنیم. که اولین مشکل لندینگ. همونجوری که با هم میبینید در سیزن جدید وقتی لند میکنید چند ثانیه اینجوری صبر میکنه و بعد شروع حرکت میکنه. بریم راه حل این مشکل رو با هم ببینیم. شما برای برطرف شدن این باگ قبل از اینکه به زمین برسین خودتون رو باید به یه دیواری بکوبید و زمانی که این کار انجام بدین همونجوری که خودتون میبینین ثانیه‌ای هم درنگ نکرد و سریع شروع به حرکت کرد. تغییر دوم این سیزن اینه که شاتگان یا همون بیوای قدرت خیلی فوق‌العاده پیدا کرده و با هر زدن هر نقطه انمی وان تپ میکنه و 250 تا دمیج میده. ما هم ببینیم. با همین سادگی انمی رو میزنی. البته این بات بود در کل با همین قدرت و تو مثال های بعدی هم تو گیم پلی ادامه میبینیم. تغییر بعدی این سیزن ریجسترهای تیراست که اگه تیرا متزمانی طول میکشه تا به طرف برخورد بکنه، یعنی این واقعی ترش کردن. همونجوری که الان دیدین طول کشید تا تیرا بهش بخوره، قبلا اینجوری نبود. اگر اینجا رو دقت کنیم من جلوی بات رو تیر اندازی میکنم اما بهش نمیخوره، یعنی طول میکشه. ببینید. تغییر بعدی صدای انفجار هست که واقعی ترش کردن. Airdrop incoming. Voidwalker activated. یک باگ کال آف دیوتی موبایل اینجاست که تو وقتی این بالگردار رو میزنی زوم یه جای دیگه نشون میده. تغییر بعدی افزایش قدرت تیرهای گاناست که دمیج بیشتری بهم میده و واقعی ترش کرده. Time for a fire sale. تغییر بعدی کند شدن سویچ کردن گان هاست. اگه همینجوری ببینین دیگه مثل قبل وقتی رو گان میزنی سریع عوض نمیکنه. اول بعد گان قبلی رو بذاره بعد گان بعدی رو میکشه. همینجوری نگاه کنید. یه باگ دیگه که تو این سیزن اتفاق افتاده کلاس اسموک، وقتی زمانی که میندازین دیر پرت میکنه و نمیشه درست مثل قبل ازش استفاده کرد. تغییر بعدی مارک کردنه. وقتی مارک میکنه یک لیزر اونجا نشون میده که میتونی راحت تر اون جایی که مارک کردی رو ببینی و بفهمی کجاست.